سلام، خیلی خوش اومدید به اولین ویدیو کانالمون در مورد کسب درآمد از طریق هوش مصنوعی. خب برای دیدن قیمت پروژه اول میریم داخل سایت پونیشا. وقتی که وارد شدیم اشتباهی زدم رو تصویر، مستقیم رو قسمت اولین چیزی که میاد میزنیم. این پایین پروژه ها رو نشون میده. خب هدف ما پیدا کردن طراحی لوگو است. خب میریم بغل. خب طراحی لوگو رو پیدا نکردیم. البته میتونیم بیشتر بگردیم، ولی چون ویدیو طولانی نشه من قبلا یه اعلانیه داده بودم. خب اینجا اطلاعیه هست و ما با قسمت پیام ها کار داریم. میریم روی این قسمت. خب قسمت پایینی در مورد طراحی لوگو است. روی همون که زدیم میایم بالا بالا بالا. خب اینجا میزنیم روی این پروژه رو به همون نشون میده. سم میکنیم تا لود بشه. خب اینجا توضیحات بیشتر، مثلا اسم شرکت صاحب است. خب همینو کپی میکنیم. خب اینو که کپی کردیم از اینجا بیرون میریم، کارمون تموم میشه. فعلا میریم توی گوگل سرچ میکنیم ترجمه. خب اولین سایت رو باز میکنیم. اینجا متنمون رو وارد میکنیم. اونجا ترجمه رو میگیریم به انگلیسی. خب کپیش میکنیم. خب کار ما با این سایت تموم میشه. بیرون میاییم میزنیم روی جستجو، میزنیم ایدوگرام. خب جستجو اولین سایت رو باز میکنیم. خب من چون اول در ثبت نام کرده بودم شاید برای من بله فرصت های من تموم شدن. خب میایم اینجا بیرون، میایم از جیمیل، با جیمیل دی ثبت نام میکنیم. خب کانکت ویت گوگل. خب یک جیمیل رو انتخاب میکنیم. خب اینم متاسفانه فرصتاش تموم شده بود، ولی من چون از اول سخته بودم میام رو قسمت این قسمت که اسمشو نمیدونم. خب این است. یک تصویر رو انتخاب میکنیم. تمام نکات رو داره. خب این هم 4 تصویر بهمون میده، هر کدوم از نظرتون بهتر بود همینو برمیداریم. خب من از اول بارگیری نمیکنم چون اول بارگیری کرده بودم. خب حالا اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید لایک و ساب فراموش نشه. خب اینا لوگو در 10 دقیقه ساختیم. خب از اینجا بیرون میریم. پاک میکنیم میریم تو سایت پونیشا. خب اینجا پروژه رو که دیدید اینطوری ثبت نام کنید. خب اینجا میریم توی همون
پروژه. خب میزنیم روی این، صبر میکنیم تا باز بشه. خب زمانی که باز شد میایم پایین. اینجا چون من فرستادم پیشنهاد، خب پس میزنیم روی ویرایش. اینجا قیمت رو وارد میکنیم جوری باشه که نه ارزش کارتون رو بیاره پایین و نه گرون باشه. خب اینجا که عنوان و مبلغ رو میبینیم. خب دیگه هم اینا رو پر میکنید تموم میشه. لغو میزنیم. البته شما باید ارسال پیشنهاد بزنید. خب الان میریم نظر هوش مصنوعی رو در مورد این موضوع بدونیم. نظر چت جی پی تی. وارد چت جی پی تی میشیم. اینجا می نویسیم. خب اینجا میایم عکس رو وارد میکنیم، لوگو رو. خب این لوگوه میزنیم روش. خب اینجا همون متن رو میدیم. میگیم چقدر به این متن اون تصویر مربوط است. خب اگه اشتباه تو لفظم بود ببخشید. خب این لوگو به این تصویر چقدر مرتبط است؟ مربوط است، مرتبط است، فرق نمیکنه. خب اینجا می نویسه نام و تایپوگرافی، رنگ. میگیم بهش نمره بده. خب ارتباط با نام شرکت 10 از 10، رنگ 9 از 10، تایپوگرافی 9 از 10، شعار 0 از 10، نمره نهایی 8.5 از 10. خب اینجا ما می نویسیم گفته تو لوگو شعار باشه یا نه، این مهمه. خب چون ما متن رو زدیم این میفهمه. میزنیم. خب نوشته در شما ذکر نشده است که شرکت آورده شد. خب پس ربطی نداره، حالا نمره بده. خب نام شرکت 10 از 10، رنگ بندی 9 از 10،